چطورین تاق پیامدم با ویدیو میدم توی این ویدیو دوباره جاگاه خنده‌دار فان گنگ بخونیم. قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو خیلی خفن چرا من ساب کنید، دکمه لایک رو بزنید، زنگوله هم بزنید تا از ویدیوهای بعد من با خبر بشین. برو بریم. Let's do it. ببخشید یه لحظه گوشم کثیفه. شاید من با توف تمیز میکنم، شما باشید تمیز میکنیم برام. خب بریم. میگه آقا یه سوال، ما شیر گاو میخوریم، گوساله هم شیر گاو میخوره، یعنی الان ما با گوساله خواهر برادر شیره ایم. شیره ای. دیشب احساب مادرم احسابم خورد بود، تو اتاقم نشسته بودم، مامانم هی داد میزد، داد زدم، گفتم چی؟ گفت چی کار میکنی که نمیای بیرون؟ گفتم حتما دارم یه گوی میخوام دیگه. گفت خودتو سیر نکنی، آخه شام حاضره، بریم به اسامی گم شده های سری بزنیم. دیشب که نمیدونستم برای کدوم این دردهایم تا صبح گریه کنم خوابیدم. آیما من قبل صمیمی شدم با محمد، آقا محمد جان، محمد مملی. بچه این خنده فیکه، فکر نکنید من اینجوری میخندم. یه حاج خانم بزرگواری رفته بود خونه دوستم خواستگاری. بعد از اینکه دوستم رو دید گفت این دخترتون رو که نپسندم برای پسر اولم، دختری دیگه ای نداری؟ برای پسر دومم میخوام. گفت چرا، یکی دیگه هم داریم. دختر دوم رو صدا هم کردن اومد. بعد بزرگوار فرمود دختر دیگه هم داریم برای پسر سومم. چقدر پسر داری خواهرت؟ از هر خونه همسایمون بوی کیک اومد، بعد بوی آش رشته اومد، الان بوی قرمه سبزی میاد. میخوام برم در بزنم ما به جهنم خودتون، ما به جهنم خودتون اسهال میشین بدبخت. دختر زنگ زده آژانس هواپیمایی پرسیده ببخشید میشه بگیم پرواز تهران همدان چقدر طول میکشه؟ خانومه گفته یه لحظه، دختره گفته مرسی قطع کرده. میفهمی قطع کرد؟ شسماله. قدیما اینجوری نبود که اینقدر به بچه ها توجه داشته باشن. 13 سالم که بود اسباب کشی کردیم، مادرم اینا یادشونه، رفتیم من بچه الان میبینیم شاید بگین الان صدای من داره کجا میاد. صدای من داره از این داشمونه، از این میکروفون میاد. اوکی. خب let's do it. دختر زنگ زده بابا اینو خوندیم دیگه. تنها صنعتی که ما توش در حال رشدیم و هیچ کشور به گرد پامون نمیرسه صنعت جوکه. دقیقا صنعت جوکه. لامصب هر روز که میام تو گروه های جوکایی میبینم اصلا ساختارش با بقیه فرق. آسی من ندیدم تا این کسی جوک بگه از خارجی، البته خنده دارم باشه. من عاشق آخر والیبال نشسته بودم، استازم که بازیکن‌ها یهو بلند میشن با هم دست میزنن، انگار دست جمعی شفا گرفتن. بازم خنده فیک. آره به دوستم زرگر با کدوم ز می‌نویسی؟ میگه بازه یه نقطه شما از این مقدار حال چل داره. آره آجی منم به رفیقم گفتم آجی بنویس برام چی؟ بنویس برام احمد. میگه برام چی نوشت با کدوم ه؟ اگه ما ه داریم ه بعد بهم گفت بعد برام با ه دو چشم نوشت. بهش میگم آخه تو 15 سالت خجالت بکش. وات این چیه؟ تو من گهی گه نباش چون که همدمونی قشنگه مهربونی قشنگه وقتی با هم گه میکنی پشیمونی قشنگه دیره درن با
یعنی این 3 تا اکیپ گاد بودن. بچه هر کی صدا زدم بیاد پیش مامان. باشه؟ فقط هر کی صدا زدم ها. کوکو بیاد. بمونه کیکی. آفرین. بمونه. چارلی بیاد. چارلی بیا. بیا مامان بیا اجازه داری. آشیل بیا. بدو بیا. حاجی کامنت ها رو ببین. مارلی بیاد. آفرین. آنا بیا اینجا. خب شایلی تو بیا. یکی بود میگفت اینا از مادرم منو بهتر بهش میگه. یکی بود میگفت خواهرزادم بهش میگم نمیشنوه، گوش نمیکنه. سکا گوش کنه. خب دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. تا یه ویدیو دیگه و یه کار خفن دیگه. چی؟ بادای خداحافظ.